گریم هالووینی با حداقل وسایلی که ممکنه. امروز میخوام با این رنگا و گوش پاک کن یه گریم جوکر بکنم. من یه بیس خیلی ساده انجام دادم. این ویدیو اصلا تبلیغاتی نیست، ولی چیزی که خیلی برای من کار انداز بود پالت رنگی بود که گرفتم از نادر بیوتی گرفتمش. میخوام با این رنگ بنفش روشن یه سایه بیس بزنم. چیزی که جدید توی میکاپ یاد گرفتم که تاچای رنگی تو از کم رنگ به سمت پررنگ ببری و پررنگا رو با احتیاط بیشتری بذاری. کم توشم باز باید بزنم. نظرتون چرا خیلی داریم دقت میکنیم دهنمون باز میمونه؟ یه براش دیتیل دارم تو رنگ مشکی. براش سر تختم رو برمیدارم، فیدش میکنم، زیر چشمم هم میکشم. میخوام ابروامو سبز کنم. یه رنگم خیلی روشن نیونیه، رنگم خیلی تیره است. میخوام با هم ترکیبشون کنم. گوش پاک کن. براش دیتیلرمو تمیز کردم، تمیزتر در میاد. با گوش پاک کن زیاد تمیز نمیشد. اینم از این. از رنگ بنفشم اینجا یه دونه، دوتا، سه تا، یه دونه. اینا رو دارم به عنوان راهنما برای خودم میذارم. به هم وصلش کنیم تا بالا. ویلن مورد علاقم جوکره، برای همینم اولین میکاپ رفتم سراغش. جوری اینو میکشمش پایین. برای لبم هم باید یه خط لب بکشم اول. حالا میخوام از این استفاده کنم یکم حجمش زیاد باشه که بتونم پخشش کنم. چقدر عجیب شد. این از وضعیت دستم. یکم پودر فیکس رو همه چی بزنم، صورتمو سفید تر کنم چون جوکر صورتش سفیده. بریم سراغ دیتیل. برم بیام.